یعنی وقت ارزشش در کجا هست؟ در اون لحظه که ملک الموت بیاید و برات بگوید که یا فلان در تمام دنیا گشتم، یک قطره آب در رزق و روزی تو باقی نمانده که بنوشی. یا فلان در تمام دنیا گشتم، یک لقمه از غذا در نصیبتون نمانده که بخوری. خلاص است، رزقت ختم است، روزیت ختم است. و یا فلان یک لیتر اکسیژن هم در کل دنیا گشتم، برای تو باقی نمانده. پس تمام آنچه که در زندگی دنیا داشتی ختم است. اگر برش بگویی که من هنوز جوان هستم، هنوز امید دارم، هنوز برنامه های برای زندگی دارم، هنوز خانه می سازم، هنوز زمین خریدم، لکن برات میگه که اذا جاء اجلهم، وقتی که اجلش بیاید، فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، هیچ کس حق نداره که آنچه را که رب ذوالجلال برای تو تعیین کرده یک ثانیه هم پس پیش شود. پس باید بمری. ای دل، تو را ندای مرگ هم شنیدنی است، صبح اجل ز مطلع عمرت دویدنی است. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناز، زیرا که از این جهان تو به کلی بریدنی است. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیک کن که قیامت رسیدنی است. چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیدنی است. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتماد به نابود بودنی است. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روز قفس شکسته و مرغش پریدنی است. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين.